با سلام خدمت شما خواهران و برادران عزیز. ویدیویی که در فضای مجازی پخش شده و داره دست به دست میچرخه و وایرال شده که به خاطر موقعیت و مواقعی که در روز 4 خرداد اتفاق افتاده بود، به خاطر روز استقامت دسفول که بنده حقیرم در اونجا حضور داشتم، در اونجا شرکت کردم و در مقابل شعف و شور دهه 90 ها، اگه یادتون باشه منم اونجا بودم دیگه. آره، اونجا نظاره‌گر سرود خوندن دهه 90 ها بودم و اینا که سرود میخوندن و تئاتر اونجا. این لبم چیزه، این خود ژل چینی اینا چیز شده، تو عراق زدم وامونده افتاده بی‌طرف کنم، چون ببخشید خودت. آره دیگه، منم در اون سرود و در اون تئاتر همکاری کردم، دیدید که اینجوری واسطاده بودم. بعد گفتم که خب اونو خوندم، منم حالی به حالی شدم، گفتم منم شروع کردم به خوندن و تئاتر و اینا. آره دیگه، اونجا چرخانده رفتم و اینا. گفتم که بهتون خودم جلو جلو بگم که اونجا یه خبرنگاری بود وامونده، البته به هم گفت، زنگ زد گفتش که چیزه ازت فیلم گرفتم اینا پخش کنم، گفتم نکن، اما خب اتفاق افتاد دیگه، پخش شد. آره دیگه، نمیدونم چرا پخش کرد، من بهش گفتم نکن، حالا خب وایرال شد دیگه. حالا میخوایم هم اصلا اینجا بهتون نشون بدم که اون فیلم چجوری انجام شد، تئاتر رو میگم، آره سروده رو. خب اجازه بدیم براتون خودم اصلا از همینجا میخونم که همه سوالات از ذهنتون پاکش بشه. آره. سلام